ترجمه متن برجام حاشیه امروز بهارستان. در جلسه علنی امروز مجلس تعدادی از نماینده‌های مخالف و موافق با ترجمه متن جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای اینطور اظهار نظر کردند. تقریبا یک هفته میگذره آقای ظریف متنی رو اینجا تحویل دادن که ترجمهش ناقص بوده. من سوالم اینه، مسئولینی که تعریف و تمجید میکنن از این توافقنامه این متن ناقص و ترجمه غلط رو خوندن تعریف میکنن؟ به همین آسانی ما گذشتیم که حالا اون ترجمه اشکال داشت، یه ترجمه بهتر. از کجا که همین ترجمه رو یه کس دیگری نخواند و نگوید اشکال داره. ما مباحثمون در مورد برجام متوقف بر ترجمه نیست. بنده این رو مانعی نمیبینم. مگه ترجمه‌ای که امروز دادن وحی منزله؟ اون چه قابل تغییر نیست متن انگلیسی است. اما نظر رئیس مجلس درباره این اظهار نظر متنی که ارائه شد و داده شد بعضیا تصور می‌کردن که مثلا این متن چرا تأخیر شده و ممکنه دست برده بشه. واقعا این سوء ظنه، چون ما اصرار کردیم که در اسرع وقت وزیر محترم بیاد اینجا توضیح بده. در اسرع وقت سه‌شنبه بود، اینها متن رو کاملا منقح نکرده بودن، آوردن متن ترجمه ایراده‌های ترجمه‌ای داشت. ما گفتیم این اشکالات رو رفع کنید و بدید. این فاصله چند روز و این کار رو انجام دادن. متن رو دیروز فرستادن، منم دادم که ترجمه رو تکثیر کنم و به نمایندگان تقدیم کنم. من خواهشم اینه در بررسی این مسئله مهم و اساسی هم رعایت بکنید این شکافی بلاوجه در داخل کشور ایجاد نکنه و هم اخلاقی عمل کنید. بقیهش آزادید، نظر بدید، صحبت کنید، اشکالی هم نداره.